درود فراوان. این کتاب خیلی کتاب خوبیه. خودت را به فنا نده، عامیانه خودتو بگاه نده به خاطر منفعت طلبی و هزار تا داستان دیگه. داداش دیروز رفتن پیش یکی از این رفیقام تو کار خرید فروش ماشینه. سوال کردم که وضعیت بازار چجوریه؟ گفت هیچی، بود امجان واکس میزنیم. گفتم پس این قیمت های عجیب غریب بابت این لگنا تو این سایت چیه؟ گفت هیچ، 2 نفر یه قیمتی میذارن، 4 نفر هم میبینن، اونا هم به تقلید اون قیمت میذارن. بعد یا هم مثلا این ماشین این قیمت تو این سایت، پس ماشین من بهتره، قیمت ماشین میذارم بالاتر و اینجوری قیمت ماشین میره بالا. ربطی به دلارم نداره داداش. یه چند سالی هم هست که این دوتا شرکت یه سیستمی درست کردن، قیمت کارخانه قیمت بازار. ببخشید پس این ماشینا رو ما از کره ما آوردیم، خب خودت به ما دادی دیگه. این چند ساله که این اتفاق، این داستان ها اتفاق افتاده. قبلا من خودم از یکی از این شرکت ها ماشین صفر گرفتم، 3 سالم استفاده کردم و با قیمت پایین تر فروختم، چون استفاده کرده بودم، خرابش کرده بودم. کجای دنیا دیدی ماشین رو بخری، استفاده هم بکنی، با قیمت بالاتر هم بفروشی؟ این دیگه واقعا نوبره. ماشین زمین و خونه نیسته که داری راه میره استفاده میشه، آهنه. زمین و خونه داستانش یه جور دیگه است، چون توش زندگی مونی، سرمایه‌گذاری میکنی، یا طلا. ماشین کالای سرمایه نیست، مصرفیه، مصرف داری میکنی. من 3 سال ماشین رو استفاده کردم، مصرف کردم و قیمت پایین تر فروختم.